گوسپند مریضی بگو که مریضم به طور ببرم به شفاخانه ایوانات. اگه مریض نی وقت مرض بخوری مثل میت چیز نکو بخور یک چیز میدی خرت پرت چیزی. سرگی این گوسپندیه این گوی. یک دقیقه چوب که نجبات منه چوب که خوبه در نزنی. سلام جیگرک بولمه دیگرم خوبه بخیر هیچی دیگه زنگم نمیزنی ازا خبرم نمیگیری دیگه این کار خوب نیه دیگه آستان تمیق زرمه زنده باشی جیگرم انقدر بالا ما به دلتو شه امال جاتو خیلی باشه خود گوسپند گم بزدم. همه گوسپند ما که کالی نیه گوسپندی که شغال پارسال دنبه کلیر به جویده بود. همه گوسپند همه تماشون ناجور مثل ما و تو همه تا بخول خرج نداره. ما گفتم من حالا سعی کنه از این پرسان کنه که خرج از این به خیلی خوشی کی شروع میشه که بیا اصلا پینا خور بگدشه به روی زمین بتکل ام. حالی چه کار کنی خوشبانده که گفتی من میپم بیار دیگه آها او مریضم گفتی ما چون ما تو فرمان بخیر تو چی باقنی با تفکیرمی به تو خوشبانده بیارم کوکی دیگه چند روز تو سر باشه که تیر شما راست مریضمه یا بی مریضه این معلوم من گوساله گو سرگیر بیارم گوساله گو سرگیر مبلغیه چون خوب وقت ناجور کنی کی ناجوره یار نپرسیدم از او که ناجوره نایینیه همینجا به پیش ما مخ کرده او هم به خیالم پینا خلونه بگدشته به زمین من برم بپرسم از او اگه ناجور بود ایچی به ایچی. خب چشم قطع نه بابا با خیلی دقیقه وردی ها زنده باشی سلامت باشی. خوبه باشه برو من گوساله بپرسم سعی کنه اگه ناجور نبود اگه میارم. خوبه صحیحه چشم من که وعده کردم برای تو که به تو گوساله چی گوسپند نمیارم مفته برای تو. ما که داریم 6 7 تا گوسپند داریم گو داریم گوساله که یا گوسپند به تو میارن دیگه چی میقت بالا ما به تا جیگر تو شه جو خور دارم میگم دیشب کنه پریشاوا همین پریشاوا که بیام اونو مادر تو خیلی سختی بده هر چه کلا و مالتا و کخسده سیما کخسده بیاورده به پیش من بگیده شما که خوبا آوردم این مشوم این گندار از کجا بچینده بیاورده. خداحافظ میاره گپ زیادی نباشه خداحافظ به امید دیدار. خوبه چشم خوبه خداحافظ به امید دیدار. خداحافظ قطع بالا به دل من. راست میگه من نمزاد مکو حق داره شی بجی گفتم تو گوساله چی گوسپند نمیارم این کن آجوره تو که ایوونی کنی اگه ایوونی بگو ایوونم خو ایوون گب زده مریض یا نه مریض اینو گوساله میبرم. یعنی گوشکش که با تو چی میگم سرگی بیا که تو بابا رو میدم با نزبات خود تو جمع میکنه بیتر تا جمع خودم نگه که جیره با دیدی یعنی دیل جان جان جیره ای بار بیا که گوساله رو هم میکنه ای بار بیا سلامت کار میکنی رفه همه گوساله رو من ببرم رقیف بدم به نزبات خو نه بابا حالا ما ماستم خود گب زنو چون گوسپنده ما اونجا گایه گوسپنده ما یکی ناجوره
الان من گفتم ناجور نبرم، من این گوساله رو ببرم مناسبات خو. خوب دیگه گیلن، یعنی گوساله به نامزاد خود بفروختی؟ بفروشیدم. نه دیونه. پس چیکار خب کردی؟ ما گوسفند داریم، گو داریم، مثلا این گوساله رو هم داریم. ما به جو گفتم که شما گوسفند و گو نداریم، من برای تو یک گوسفند میارم. با او گوسفند دیدم ناجوره، گفتم ناجوره نبرم، مال زنگ زد به من، گفت اگه نه چیز کو بردار بیا گوساله رو من ببرم تو مفته بودم به خود جمع میکنه کتشیه. انا به خود قرار که دیگه بیرفشو با خود برای طلا بخره. گیلن یعنی پیار تو اینا خبر دارم، خانواده خبر دارم که نسبتدار شدم من. نه که می گوساله رو ببری بدی به نامزاد خود. نه خب ما خیلی گو داریم، گوسفند داریم دیگه. یعنی پیشدا اینا پیشدا پیار مادر خود. میبرم میدم از باز خب من خیلی مایم. او با من میگه تو به قطع بالا تو به جیگر می. یعنی گیلا اوته که میگی یعنی راست میگی، گردن ما بند باشی یک گوساله که ارزشی نداره، نمزاد هم ارزش داره، بفهمیدی؟ گردن ما بند امی پارسال گیلا نه ما به نمزاد که گوی شیری بردم مفته؟ ها دیگه خیلی خرا گوی شیری ارزشی بیشتر یا نمزاد دادم. گوی شیری تو که ای که یک پیره چیزیه ای که ارزش نداره او بود خیلی خرا. بس که چی جا گوساله بیا ابی تو میری تو هم امیر انجا من سر خودم کامیرا بریم جلو شو بیا گوساله بیا برو گلی برو ادوم بیا کدوم بیا گلی برو که گلی تو میبونه بیده به زن خوب بده رفته بیا ایتا بیا گلی کش کو برو ادوم بیا گلی جو بیا لنگ خود پاس کو دیگه لنگ تو با گورش بیا بیا شوخی مسخرگی نکن گوساله گلی جو رو گلی باش بیا شکار گیل لب جو کجا بخی؟ کجا بخی؟ سن دو مجو خیلی بیا چی گپوه؟ کجا بخی از این طرف آدم سرامو تیر میشه می کجا ببری؟ چی؟ گوساله می کجا ببری؟ بیا گوساله میره بده نیلیلا تومات خسیر بره آبا این ناجوره نه این می کجا ببری؟ بیا از ما و شما تیارتره این می کجا ببری؟ این بیا آوردم به لیلا این با نمزاد خوردی؟ بله این بیتر یا نزباد من یعنی گیل لگ رستی می گیل با نمزاد خوردی؟ ها مفته به پولم نه یعنی آنوله میفهمم که تو نمزاد خور خیلی می واقعیت خیلی می دانم او خیلی مهمه واقعیت خیلی می او خیلی او هر دفعه که من زنگ میزنه به من میگه تو قطع بالا تو به تجیگر من و من قطع بالا ما به تجیگری نیه گیلا پیار تو چی گفتن که رو بردشتی آوردی اینجا گو؟ از چی؟ از این که توی بیا آوردی اینجا گو چی نگفتن پیار تو؟ پیار من خود خبر نداره زاد اقدام دیدی پیار تو میر با بال پیشکش حساب کرد نه خب پیار من خبر نداره این ما طرف خود آوردم مفتکی پیار تو خبر ندارن خود تو واقعی دیر آوردی پیار کردی خود تو گالی اینجا بیا آوردی با پاس میای پیار تو میبره دیگه چرا بابره خب میبره دیگه پیار تو خبر نباشه یا اپیش خود خبر داشتی بیا میبره پاس رو میذاره میبره نمیبره کجا میبره بیا گیلا پیار تو من میشناسم میای میبره با پیار خو میگفتی میبره من نمزاد خو میدم والا من گاو گوسفند دارم من خود بیا آوردم نزبط خو بدم که گیر به چه همسایه ما با تگما به نمزاد خو گاو شیری بردم این چی ارزش اینه عمر خوشحال کرد که اینجا ما نمزاد خو گوساله آوردم دو سه وقت پیار هم خبر نداره ببره گورا ما ببره پیار خو اجازه بگیر با بردار بیا حالا تیر بسته میکنی ده دقیقه بعد میاد دیگه سر صدا میکنه که بچه سر به خود بیا مدیر واکد بیاورده به شما شوخی کردم گرم گفتم فدای سر گیلا اگر تا دل بگو شوخی کردی یا نه لیلا بگو دیگه ما برام یا بستم تو برو به سارا بران خوشی تو اینا میگه ها نه بابا نون پخته دارم برو از اونم خبر بگیر اگه برو میجا بسته میکنی ها میجا بسته میکنم برو نه که با ما مخته بلد من نه میجا گیلا برو ویغا باید باسکل بسته که نجه یک وقت با باسکل بسته که خرط پرید کنه نه میجا همین تو درخت بیتاره با باسکل بسته که یک دم نجه یعنی گیلا تمام در سر دل در یک دم میگه بزین جبسته که یک دم میگه بزین جبسته کان باش ما هم وقت نمزاددار بودیم چی بردیم میزنن کاخو میگفتم رخ بیار اینا رو دروغ میگفتیم صبح پس صبح اونا رو فریب میدادیم میجستیم میرتیم برات کار آنی ایر میگم نمزادداری فکو هنوز عروسی نکردن وقت بده زن خو گساله آورده
برو تو فکر کنم چیکار کنم نون رو پخته شد. işte بچه بیاقل نافهمه چی رقمه چیکار کنم خودی از این چی زنده روزه لا حول ولا چطوره مامان امروز خود خوب گپ میزنی ولی بچه نافهم خود دارم خود چی شما گپ اینجا میزنم نیه خودی او داریم دیوانه شدم لا دست ازی چرا مامان امروز چیکار شده پاک دیوانه شدم بیا اومده به خوره برو سفید نخورم که گساله بردم و نمزاد خود دادم گساله گساله را چطور به نامزد خدا داد میگه بردم به نمزاد خود دادم همین تا گساله به نامزد خدا داد ها مامان امروز بله. بعض از امی خسور خشوع هسته که امی دومادا خور که بفهمم الا یا تختکم یا ساده او تشویق میکنن که برو اخونی پیار خود دوزی کو بیار به ما بده این تا آدما پیدا میشه به فکر از این نیم که بعد یا مثلا امی آدم چیزی داره یا نداره راست میگی رمضان بعد خسر خوشی میره غم هسته راست میگی برارمه مامان امروز یک چیز دیگه همین گسالر که بچه شما ببردید مثلا به جمع پیشکش حساب میکنم یا پول به شما میدم چی رقمه برار جاوی تو مفته ببرده به نمزاد خود داده مفته بله یا یار عجب آدم ها یک گناه بچه شما نیه بچه خونه دونیم گناه از همون پس از خسور کی خوشوه بودم؟ بچه خونه؟ خسور خوشو دو تخته رسیال کجا میری میته به عجله میره که گساله رو بیارم وای وای شما اول بعد به فکر این میشدیم وقتی که بچه خود نمزاددار کرده بودیم از جای نمزاددار میکردیم میگشتیم خونه و زندگی مرتکه سعی میکردیم که آدم کلاوردار و آدم دو تختی نمیبود راست میگی نفهمیدم رمضان شما امروز که ایتنا صبح که و عروسی کنه دیگه چند را خونه شما خواب بوجیا بر اینجا سربسته و بوشکار و غنن هم خواب بود تا خبر شیم دست تو را با دست بگیرم و دل دارم که من پس بگیرم تو آهو بره ننم شکاری تو آهو بره خورز سلام علیکم وقتی جیجان خود خودتو میفهمی شتنی جنجور خیریاتی دیگه پایه سر قراریه مامان رو بله صبح گلا که دیدم با گسالر وا کرده بود که ببره و زن خورده نافهم بیعقلی میفهمی خیلی آدم بیعقلیه ایشته آدم بیعقله خب بیعقلیه دیگه 20,000 گساله اشته تو میبیری و نوزاد تو میبیری میدی این بیعقل نیه نافهمی نیه نکده حق بیده چند وقت دیگه هم جمع میکرده مون کلونتر میشد میفروخت پولای میبود میداد میقدش بالی پیشکش خود که سوار دستش مون پیش میشد چه کار کنم دیوانه شدم که که دست تو مامون اورید گله که به این رقم عادت ندیم او را مخته نکنیم او نصیحت کنیم او بفهمونیم اینو او که از امالی به ریش کرد، گسالر ببره به خسر خوشو خوب بده سبا روز فرش تا خونی شمارن جمع خواه خوب همین تو خسر خوشی گوشنی داره همین تو پیش میکنم میگم برو گساله بیا چی بیا چی بیا تا پیر مادر فرق داره اگر او برفا گفت شما باشه نه برفا گفت خسر خوشو خوب باشه نه میرو که حال کجا میری میرو که گساله بیارم